سلام، به یه ویدیوی دیگه خوش اومدید. توی ویدیوی قبل راجع به قالب‌های فلزی، پلاستیکی و جارها صحبت کردیم. توی این ویدیو میخوام راجع به قالب‌های جدیدتر مثل سیلیکونی و پلی‌کربنات بهتون بگم. سیلیکون از ترکیب ماده طبیعی به نام سیلیکون با اکسیژن و مواد دیگه ساخته میشه که خود اون ماده طبیعی به نام سیلیکون با حرارت دادن شن یا شیشه سیلیکا یا سیلیس به دست میاد. در واقع ماده سیلیکون یه پلیمر معدنی به حساب میاد. در بازار دو مدل قالب سیلیکونی داریم: دستسازها و کارخونه. قالب‌های کارخونه‌ای قیمتشون مناسب تره ولی تنوع شکلی زیادی ندارن. بعضی از قالب‌های کارخونه‌ای نازکتر هستن که کیفیت ضعیفی دارن. اون قالب‌ها نمیتونید ازشون زیاد استفاده بکنید چون خیلی نازکن. اگه برای فتیل سوراخشون بکنید بعد از این مدت پاره میشن، پس اصلا سوراخشون نکنید. بعضی از قالب‌های کارخونه‌ای هم ضخیم‌تر هستن که من جدیداً از این مدل میبینم، از اون مدل نازک‌تر نمیبینم. ولی باز شما موقع خرید حواستون باشه که این مدل ها رو تهیه بکنید که ضخیم‌تر باشه. بعد این مدل ها کیفیت هاشون خب مسلمه بهتره، چندین بار میتونید ازشون استفاده بکنید، پس حتما حواستون باشه که قالب با کیفیت بگیرید. این قالب های سیلیکونی کارخونه‌ای کلاً برای شیرینی پزی تولید میشه ولی الان برای هنرهای دیگه مثل شمع‌سازی، مجسمه سازی، صابون سازی و رزین ازشون استفاده میشه. این قالب ها تحمل سرما و گرمای زیادی دارن ولی خب مراقب باشید که پارافین خیلی داغ میریزید ذوب نشه. قالب های سیلیکون دستساز توسط قالب سازها با دست درست میشه که اگه بتونم حتما قالب سازی رو هم بهتون آموزش میدم که خودتون بتونید با هزینه کمتری قالب درست بکنید. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیوها رو دنبال بکنید که بتونید قالب سازی رو هم یاد بگیرید. این قالب های دستساز تنوع طرح زیادی دارن و در شکل ها، در سایز های مختلفی هستن. قیمتشون هم خب بله بالاست، پس اگر تازه کار هستین از این قالب ها استفاده نکنید مگر اینکه این قالب های خیلی کوچیک رو تهیه بکنید و ازشون استفاده بکنید که براتون به صرفه باشه. در قالب های دستساز هر چقدر پارافین داغ‌تر باشه کیفیتش هم بهتره. معمولا دمای 120 درجه مناسب هستش. این قالب ها نیازی به اسپری سیلیکون ندارن. اگه در شمعتون از اسانس استفاده بکنید ممکنه بوی اون اسانس توی قالبتون بمونه، ممکنه رنگ شمعتون روی قالب بمونه. برای سوراخ کردن این قالب ها مرکز قالب رو پیدا میکنید و قالب رو با سوزن سوراخ میکنید و نیازی نیستش که سوزن حتما داغ باشه. پارافین مناسب این قالب ها پارافین جامد 1% هستش. موقع خرید قالب های سیلیکونی چند مورد رو دقت بکنید. اول اینکه جنسش خوب و نرم باشه و اینکه قسمت پارگیش زیاد نباشه که بعد از یک مدت پاره بشه. و مورد بعدی این که حباب نداشته باشه، براق و شفاف باشه. چند تا نکته برای نگهداری از این قالب ها بهتون بگم. اونها رو جای خنک نگه دارین، دور از شوفاژ و بخاری باشه. توی یخچال باشه خب بهتر. بیش از اندازه بهشون گرما ندین. برای تمیز کردنشون از دستمال بدون پرز استفاده بکنید چون یه جنسی دارن که پرز و مو راحت روی اونها میشینه و به سختی پاک میشه. سعی کنید این قالب ها رو نشورید چون ناخالصی های آب باعث کاهش شفافیت قالب میشه
بهتره بعد از هر چند بار استفاده اسپری سیلیکون استفاده کنید، ولی حالا اونقدر مهم نیستش. قالب‌های پلی‌کربنات چی هستن؟ قالب‌های پلی‌کربنات جزء پلیمرهای ترموپلاستیک هستن. تنوع زیادی ندارن. معمولا به صورت‌های استوانه‌ای و مکعبی در ابعاد مختلف وجود داره. در برابر ضربه و حرارت مقاومن، کار باهاشون راحته، کیفیت شمعتون عالی میشه، عالی. قیمتشون یه ذره بالاست ولی واقعا نسبت به کیفیتش میارزه که هزینه بکنید. چون داخل کار رو میتونید ببینید، برای شمع‌های دارای تزئینات مثل ابر در آسمان یا وقتی میخوایم داخل اون گل خشک استفاده کنیم مناسب است. این قالب‌ها خودشون برای فتیله سوراخ دارن. وقتی که شما میخرید اونها رو، خودشون برای فتیله سوراخ داره و احتیاجی نیستش که اونها رو سوراخ بکنه، درش هم به این صورت باز میشه. یه چند تا نکته برای این قالب‌ها بگم برای نگهداریشون. این قالب‌ها در برابر خط و خش آسیب پذیره و برای شستشوشون از سیم زبر استفاده نکنید و مراقب باشید که حتی ناخونتون ممکنه داخل اون رو خش بندازه. حتما بعد از شستن اونها رو خشک بکنید و روی حرارت مستقیم هم قرارشون ندید. پس اگر تازه کار هستین، از جارها، قالب‌های پلاستیکی، قالب‌های سیلیکونی کارخونه‌ای و قالب‌های دستساز کوچیک استفاده کنید. وقتی کارتون به درآمد رسید، از سودتون بقیه قالب‌ها رو هم تهیه بکنید. و در آخر هم اینو بگم که ایدئالگرا نباشید. یعنی با خودتون نگید باید همه قالب‌ها رو بگیرم بعد شروع کنم، چون اونطوری هیچ وقت شروع نمی‌کنید. با چند تا قالب پرفروش شروع بکنید، بعد قالب‌های دیگرم تهیه بکنید. آره درسته، تنوع خیلی مهمه، ولی شما اول کار تمرکزتون رو بذارید روی کیفیت و قیمت. پس از مدتی که حالا کارتون یه ذره رو روال افتاد، بقیه قالب‌ها رو هم تهیه بکنید و تنوع کارتون رو زیاد بکنید. ممنون که این ویدیو رو نگاه کردین. حتما لایک کنید. اگر به هنر علاقه دارین حتما سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.